یو نیگا تا میری توی اینستا میبینی یه دختر بین 10 تا پسره یا یه پسر بین 10 تا دختره و یه چیزایی میگن و میشنوی که اصلا پشمات میریزه. من وقتی این ویدیوها رو دانلود میکردم موزیکای اتوبانی 405 محسن لرستانی گذاشتن برینن تو ویدیو. مدل سیبیلتون هم سرمردونه. What the fuck؟ مگه سیبیل غیر مردونه هم داریم؟ این سیبیل خود مردونگیه، دلیلش هم به خودم مربوطه. خیلی دوست داشتم از این سیبیل رو بذارم، اباحت دارم، ولی میترسیدم در حین رقابت یه پلیس من بگه وایسا این سیبیل ممنوعه. داداشمون هم پشماش ریخته از سیبیلاش تعریف کرد. اصالتا کردی باشی؟ دور ممنون. تو چونی؟ نه خب قطعا یه معنی خاصی داره. اگه تا الان خوشت اومده ازش پاتو عوض کن. اصلا دیگه خوشش اومد. نیگا وات اینا که با هم رفتن بیرون، سفره سنتیش هم پوشیده، اینا به کنار. بعد what the fuck؟ چرا جم تیوی دانشگاه آزاد چرا ضربه‌دری میزنید؟ خب بعد جالبیش اینه که همدیگر هم دیس میکنن. بعد برنامه مثلا شرکت کنندگان همدیگر رو دیس میکنن. شهر فرش جلو از رپ سایلم ترکید فنو منتظرن میگم بدهید دیگه دو Here we go again. میدونی چرا مونالیزا قشنگ‌ترین نقاشی دنیاست؟ چون هنوز نقاشی رو کسی نکشید. من کشیدم چون یه روز یارو داشته اتو میکرده. خب اعوذ بالله. من معذرت میخوام که شما آمدید تو اکسپلورم. بریم بعدی. شبیه پرنسسایی؟ آره جدی؟ کیه که من بتمنم. چه بار من فاصله‌ام الان اوکی طرفه کاملا. هرچی دورتر باشم حس سیفتری دارم. ها مگه میخواد چیکار کنه آخه؟ مگه میخواد بپره رود؟ حقیقتش یه زمان فشار میخوردم سر این که اینا دیده میشدن و خیلی وایرال میشدن و تو اکسپلور همه بودن و اون کسایی که واقعا حقشون بود اصلا دیده نمیشدن و الان هم همینه، یعنی همین هم ادامه پیدا میکنه. سلام نگار چون اینقدر خوشگل به نظر میرسی باعث شدی که همه اینجا زشت به نظر بیاد. حالا چرا صداتو لهجه عوض کردی؟ من همیشه اینجوری همه فکر کنن دارم ادا در میارم. نه داداش ما که میدونیم ادا در نمیاریم، میدونیم که آخه داداش ادامه بده همینو. سلام چطوری؟ فارسی بلده. یعنی میگید خارجی آوردید تو برنامه؟ چطوری قانعش کردی بیاریش بهش بگی که آره ما میخوایم یعنی برنامه ضبط بکنیم؟ What the fuck؟ خارجی آوردن این دفعه رو ویدیو ریاکت کنه رو این برادر فاز تحلیل گرفته. میگه نایکی داداش اینجا نایکی از پشت ناکجابات میاره میگه اصل ویتنام. بعد جالبتر از همه اینا همشون مدلن. دیدیم؟ خب مدلینگ رو تازه شروع کردم. تو من حرفه مدلینگم هستم. مدلم سابسکرایب کن، لایک کن و یا